تو باید همه چی رو جدی بگیری مرد. هیچکی تو محل براش مهم نیست. مهمه. چی داری میگی؟ هیچ عملی نمیتونه همه چیزو تو باندمون مرتب نگه داره. چه خبر بچه‌ها؟ تازه چه خبر سی-جی؟ چی کار میکنی؟ تنها چیزی که براشون مهمه اینه که پولشون رو دود کنن. اونا بچه‌های خوبی ان سوی. اونا سرباز نیستن، یه مش احمقن که فکر میکنن تاجرن. آره ولی با ما کاری ندارن. تنها چیزی که براشون مهمه پوله. سی-جی برو اونجا بهشون نشون بده که دو جنسه کیه. اونا رو خیلی راحت میشه ترسون. برو حالشون رو بگیر. ما باید سعی کنیم همه بچه‌ها رو دور هم جمع کنیم، درست مثل روزهای قدیم. آره حق با توه. برو ترتیبشون رو بده مرد. اونا به مادر خودشون هم رحم نمیکنن. تو ساده ای دوست من، ما باید تمرکز داشته باشیم. ما به کمک احتیاج داریم. هیچ کدوم از شما بیدابو دیدین؟ نه ولی اونو بیرو خوبه که با خودمون داشته باشی. بیداب فقط چند تا کوچه اونورتره. کل قلم رو به هم ریخته ها. آره از این کرکی‌ها میخوای که کمکت کنن؟ تعجبی نداره که خانواده به هم ریخته. غیر از اسموک سویت اینجا همه تو رو به خوبی میشناسن. گروه استریت دیگه تحمل نمیکنه. آره فقط منفجر شد. حتما. یواشتر برو احمق، تو حتی نمیدونی کدوم داره. هرچی تو بگی. اینه؟ آره همینه. در وا کن. مطمئنی هنوز اینجا؟ همینه کله پوک. در وا کن. کیه؟ سی-جی تویی؟ اینجا چه غلطی میکنی؟ گورتو گم کن. صبر کن مرد، تا آخر خط چی شد نگاه؟ تنها چیزی که دیگه اهمیت نداره محله است همی. تو هیچ وقت نمیفهمی که ارزش پول چقدره. میدونی منظورم چیه؟ حالا قبل از اینکه خرچم و یه کاری دستت بدم گورتو از اینجا گم کن. بیگ بیر تو مگه بچه محل ما نیستی همی؟ تنها کاری که اون حالا بلده اینه که دود کنه و خونم رو تمیز کنه مگه نه؟ آره چی؟ درسته قربا. حالا برو اون توالت لعنتی رو برق بنداز. آه خدای من. بیگ بیر بیا اینجا. همه دوست دارم بعضی وقت حال کنن سی-جی. بعدم میبینم دیگه هیچ وقت اینجا نیا عوضی. نیگا برو بمیر. لعنتی اوضاع خیلی خرابه. حالا میفهم منظورت چی بود مرد. کرک چه بلایی سر بیگ بیر آورده. داره نوکری میکنه. برای اون بدبخت دیگه هیچ امیدی نیست. موادی کرکی همه جا تو این شهر ریخته. ولی مثل اینکه بستگی به ما. بیا تو محل بگردیم و یه فروشنده پیدا کنی. اونجا رو داره به بچه محل اون مواد میفروشه. من اینو میشناسم. اون یه احمقی تو آیدل بود با بچهای بالاسا میگشت. من جاشو بلدم. همین نزدیکی هاست. بریم یه سری بزنیم. اون چمن حیات جلویی نبود؟ تو هنوزم پخمه ای؟ نه من هستم همی. اون چماق از اونجا بردار. I'll eat my way out of here if I have to. مرد حالا یه مأموریت جدی داریم. گندش نکن. همه میدونن که بالاسا هیچی نیستن. بوی مواد 1 کیلومتری داره میاد. آره بیا خودمون معرفی کنیم. عصر بخیر بالاسای مواد فروش. بچهای گروه استریت اومدن حالتون رو بگیرن. Ain't no reps out here. بفرستشون به جهنم. I'm about to break you off. Hey, fool, don't be touching me. Just make a move. Kung Fu Kick rock, you punk bitch.
حالا بالاستا میفهمن که گروو استریت داره برمیگرده. حتما رفیق. تازه تو هیچ وقت منو جا نذاشتی. زمونه عوض شده. اونا از دست ما عصبانی میشن. بعدم بهش میرسن. حالا بذار تو سکوت پیروزی آروم باشی. شاید این احمقا بخوان یه دردسر بزرگ درست کنن. آره گروو دوباره رو پاش بلند میشه، مطمئن باش. میبینمه.